سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آماده باشیم با هم دیگه بریم سراغ حل چالش استعدادیابی Escape from Black Hole. امیدوارم که این کلیپ براتون آموزنده باشه. دمتون گرم. بریم شروع کنیم. سراغ حل مرحله اول بچه‌ها. تو این مرحله به شرکت کننده 8 داده بودیم که باید مقدار متناظر یا پلین تکست اون 8 رو به دست می آوردن. همونجور که میدونید تابع هش وان بیگ فانکشنه، یعنی اینکه ما اگه هش داشته باشیم نمیتونیم مقدار پلین تکست اون رو هیچ موقع به دست بیاریم. ریورسیبل نیست بچه‌ها. اوکی؟ منتها یه سری سایت ها وجود دارن تو اینترنت که از تکنیک‌های مختلفی مثل رینبو تیبل استفاده میکنن، هش های متناظر با کلمات رو کلکولیت کردن، محاسبه کردن، تو دیتابیس نگه داشتن و ما میتونیم از اون وبسایت ها استفاده کنیم. اگه ما هش رو می‌بریم تو گوگل سرچ می‌کردیم بچه‌ها، میرسیدیم به کلمه اینترستلار که جواب مرحله اول بود. ما می‌خواستیم به بچه‌ها این امر رو منتقل کنیم که شما با اینکه نمیتونید مقدار پلین رو به دست بیارید ولی میتونید هش رو کرک کنید. پس مرحله اول میشه چی؟ اینتر استلار. خب مرحله دوم نوشته لند درون این مسکو. بچه‌ها باید درون رو فرود می‌آورین روی مسکو در مسکو می‌نشوندین. حالا این مرحله اگه بچه‌ها میومدن سورس کدش رو میدیدن، اینجا یک مقداری وجود داره بچه، یک جاوا اسکریپتی وجود داره که میاد میگه وقتی که ایونت دام کانتنت لودد، یعنی دی او ام لود شد کامل اتفاق افتاد، بیا یه XHR ریکوست برای من بزن. کجا؟ بزن به همین صفحه، اکشنش هم مساوی با فلای باشه. درست شد؟ پس ما اینجا دوست داشتیم بچه‌ها برن چیکار کنن؟ ترافیک رو ببینن و از من این ترافیک رو اینجوری کنم و این پست رو بردارن بیان اینجا به جای فلای بزنن لند، همونجوری که تو صورت سوال گفته بودیم لند. و اگه این کارو میکنن اینجا براشون مینوشت که cities required، یعنی شما باید بگی تو کدوم شهر میخوای لند کنی یا فرود بیاری این درون رو. و اینجا باید پارامتر سیتی رو اضافه میکردن به مسکو که اگه این کارو میکردن میرسیدن مرحله بعد. اینجا دوست داشتیم بچه‌ها بتونن ترافیک رو کپچر کنن، دستکاری کنن و پارامتر اضافه کنن بر اساس لاجیک و منطق. خب این هم از مرحله بعد. مرحله بعدی نوشته بود get XHR request from somewhere else، یعنی از یه جای دیگه شما باید یه XHR request بفرستی به کجا؟ به این صفحه. حالا ما برای اینکه این کارو کنیم مثلا میتونستیم بریم کجا؟ توی فرضاً مموری لیکس داتا یار، فرقی نداشت تو کدوم وبسایت بریم و میتونیم از چیکار کنیم؟ از سورس صفحه قبل استفاده کنیم که اینجا XHR request داره ارسال میشه. بیایم اینجا و اینسپکت بزنیم، بریم سراغ دیباگر، البته اینو بفرستیم یه دونه جلو و بیایم اینجا بریم سراغ کنسول و اینجا جاوا اسکریپت رو پیست کنیم. جاوا اسکریپت زیاد سخت نیست، کافیه اینجا به جای URL ما اون URL مورد نظرمون رو بذاریم که چی میشه؟ که این URL چالش میشه توی این قسمت و خودش هم گفته گت دیگه، پس اینجا باید گت بزنیم و کانتنت تایپ هم نمیخواد، یعنی میتونیم کانتنت تایپ رو برداریم. دیتا هم که نمیخواد بچه‌ها، پس این دیتا هم برمیداریم و اینجا هم این دیتا رو پاک میکنیم دیگه. درسته؟ پس کافی بود اینو بچه‌ها بیان ارسال کنن. اگه اینو ارسال میکردن خب عادتا به جواب دسترسی نریم روی مرورگر، ولی اگه بریم نتورکمون رو نگاه کنیم اینجا میبینید که درخواست از سمت ما ارسال شده و جواب اومده که مرحله بعده. اگه براتون سواله که ما از کجا میفهمیم که شما با XHR ریکوست فرستادین، بچه‌ها از هدر اوریجین که خود مرورگر توی درخواست میذاره توی کراس اوریجین ریکوست ها، HTTP ریکوست ها. پس کافی بود بچه‌ها بیان اینجا چیکار کنن؟ برن توی این مرحله و آدرس مرحله بعد بزنن. خب اینجا نوشته put XHR request from حالا اندرومدا. دو تا تغییر داشتیم. یک get شده put، پس بعد میومدیم اینجا چیکار می‌کردیم؟ همون چیز رو می‌ذاشتیم، همون در واقع کد رو می‌ومدیم استفاده می‌کردیم. اینجا بچه‌ها در واقع این ور نه، اینجا اینو می‌کردیم put. این از این. دومین چیزی که از ما خواسته اینه که از اندرومدا این درخواست رو بفرستیم. خب درخواست قبلی که ما فرستادیم اگه دیده باشین اوریجینمون چی بود؟ مموری لیکس بود. حالا ما میتونیم یه کاری کنیم، میتونیم این ریکوست رو ارسال کنیم پوت رو و بریم اوریجین رو دستکاری کنیم. پس که البته آدرس هم باید عوض کنیم دیگه. درسته؟ خب اگه شرکت کننده این کارو میکردن به خاطری که درخواست سیمپل نیست، بروزر یه پری فلایت ریکوست خودش میزنه.
اوکی و بچه‌ها این پریفلاگ ریکوست رو بعد میگرفتن و میومدن اینجا اوریجینش رو عوض میکردن. به کجا بچه‌ها؟ به اندرومدا. بذارید من چیزشم اسپلشم از همینجا دقیقاً بردارم. بچه‌ها این کاری رو میکردن آدرس مرحله بعد بهشون داده میشد، یعنی فلگ بهشون داده میشد که میشه آدرس مرحله بعد. خب میریم سراغ لول 5. اینجا نوشته که Space Whispers the Secret of Infinity. اینجا ما دوست داشتیم بچه‌ها به جزئیات دقت کنن. خیلی علمی و فنی نیست ولی اینجا که با اسپیس هینت کوچیک داده بودیم. بچه‌ها چیکار می‌کردن؟ همونجوری که می‌بینید کنار تصویر لاین 34 به بعد اینتر خورده. کافی بود برام آخر تصویر، آخر پیج که می‌بینید لاین 1035 و اینجا آدرس لول بعدی رو برمی‌داشتن و می‌ذاشتن اینجا برای لول بعدی. بعد اینجا یه بارکد داده بودیم، تطابق داده بودیم با اون قسمت از فیلم که توی فیلم مختصات ناسا رو میان با باینری کد به در واقع اون چیز میدن به اون هنرپیشه اصلی مختصات اینجوری که در واقع خودش در آینده خودش داشته این مختصات رو میداده. اینجا بچه‌ها کاری که باید میکردن این بود که بیان این باینری رو تبدیل کنن. پس ما باید میرفتیم چی؟ ASCII تو باینری یا باینری تو ASCII آنلاین. کافی بود دارن این کار رو انجام بدن. باینری تو تکست تو ASCII فرق نمی‌کرد. اگه که اینا رو باز می‌کردن این وبسایت‌ها رو اینجا میومدن کانورت رو می‌زدن و اینجا بچه‌ها یه مختصات بهشون داده میشد. همونجوری که می‌بینید 38 نمیدونم و یه چیزی و منفی 77. حالا این مختصات جی پی اس بود دیگه. یعنی بچه‌ها علاوه بر این که باید اینو تبدیل می‌کردن که حالا اینجوری هم شد، بعد میومدن اینجا جاوا اسکریپت رو می‌خوندن و همونجوری که می‌بینید پایین یه دونه verify coordinates وجود داره بچه‌ها که از شما چی میگیره؟ لت و لانگ. کافی بود بچه‌ها بیان این کارو انجام بدن. حالا نیازی هم نیست که بشین کل تابع رو بخونید. ورودی لت رو بدین و لانگو. پس چیکار کنیم ما؟ بیایم اینجا توی کنسول بعد اسم تابع چیه بچه‌ها؟ verify. درسته؟ اگه اینجا می‌بینید verify رو می‌زدید verify coordinates ورودی‌ها رو اینجا میدادید و اگه این کارو می‌کردین می‌رفتین توی نتورکتون لت و لانگ داده می‌شد و این مرحله هم حل می‌شد. دوست داشتیم که بچه‌ها هم جاوا اسکریپت بخونن هم این کانورشن ها رو کانورژن نمیدونم یاد بگیرن. خب این از این این مرحله بچه‌ها can you become admin. اینجا گفته بودیم میتونین ادمین بشید و یه هینتی داده بودیم بچه‌ها نوشتیم look carefully با دقت نگاه کنید. حالا این دقت برای کجا بود؟ اگه بچه‌ها میومدن تو این لول یه کوکی براشون ست میشد. درسته؟ و همونجور که می‌بینید کوکی اینجا وجود داره. پس من اگه دوباره درخواست بزنم این کوکی رو مرورگر من به صورت خودکار توی درخواست میذاره، اینکلود میکنه. خب اینجا می‌بینید یه رول وجود داره بچه‌ها. کافی بود من بیام این رول رو حالا URL دیکد کنم که این مساوی است درصد زدی میشه مساوی و اینجا بیام بیس 64 دیکد کنم درسته که میشد یوزر. ولی یه نکته این وسط وجود داره بچه‌ها. این یوزره یه نام پرینتبل کاراکتر آخرش وجود داره. پس کافیه ما ببریمش تو دیکودر. اینجا بیایم بزنیم دیکود از URL و اینجا بیایم دیکود از چی بچه‌ها؟ بیس 64 و همونجور که می‌بینید 75 73 65 72 و 04. این 04 بچه در واقع اینتگریتی چکه. اینتگریتی چک یعنی چی؟ این مفهوم دوست داشتیم به بچه‌ها منتقل شه. یعنی اینکه ما حالا یه مکانیزمه برای اینکه جلوگیری کنیم از تغییر داده توسط کاربر. این 04 میاد چک میکنه یا چکسام هم بهش میگن. حتی تو کارت ملی ما هم وجود داره بچه‌ها. رقم آخر چیه؟ چکسامه. یعنی قبل اینکه کارت ملیمون پروسس بشه اول میاد تو فرمول میذارن ارقام رو ببینن که این چکسام رو رد میکنه یا نه یا ولیدیتیشو چک میکنن. حالا اینجا هم همینه. بچه‌ها بعد اینو میکنن ادمین. منتها اگه اینو تبدیل میکنن به ادمین باید یه 05 آخرش مینداختن. پس من فکر کنم خیلی اینجا این کارو کردن. اومدن ادمینو به 64 انکد کردن فرستادن و جواب نگرفتن به خاطر اینکه این آخر شما باید یه کاراکتر دیگه اضافه می‌کردید. یعنی مثلا من بیام ادمین می‌کنم A برم تو هگزش و اینو ادیت کنم به چی بچه‌ها 05. چرا؟ چون ادمین 5 کاراکتر داره و بعد اینو به 64 کنم. پس یه چیزی تو این مایه ها میشد و اگه بچه‌ها میومدن این کارو انجام میدادن یعنی اینو میذاشتن اینجا و ارسال میکردن that seems you edited the value یعنی فهمید که من value رو ادیت کردم. برگردیم اینجا دیکودر ادمین بزنید یه بار دیگه انکد از بیس 64 کنم. عوض شد. دیدی شد 4F و اینو بدم اینجا وارد کنم و بله مرحله بعد ما داده میشد. خب تو مرحله بعدی بچه‌ها can you become admin ولی لول ریونجش یعنی اینجا یه
سخت‌ترش کرده بودیم. حالا سختیش کجا بود؟ این بود که وقتی شما وارد این مرحله میشید بچه‌ها، البته بذارید من یه کاری کنم، اینجا بریم تو استوریج، تالنت، کوکیامون رو پاک کنیم، دوباره رفرش کنیم. بچه‌ها اگه رفرش می‌کردن میرسیدن به یه چنین چیزی و یعنی براشون کوکی ست میشد. نگاه کنید سکیور رول، و اگه من دوباره اینو رفرش کنم همونجور که می‌بینید سکیور رول ارسال میشد. پس اینو می‌دیم تو ریپیتر و تو این قسمت چکسام یه ذره فرق کرده بچه‌ها. اینتگریتی چک سخت‌تر شده دیگه. این نیست که 0.4 رو تبدیل کنیم به 0.5. همونجور که می‌بینید با یه نقطه جدا شده بچه‌ها چکسامه و این پترن رو توی خیلی از وبسایت‌ها می‌بینید که یه ولیوی وجود داره برای اینکه در واقع اون اینتگریتیش امن باشه، سکیور باشه، تمپر پروف باشه، یعنی غیر قابل دستکاری باشه، میان یه چکسامی آخرش اضافه میکنن یا به اینا میگن اچمک بچه‌ها. اچمک یعنی هشیه که با کلید محاسبه میشه، یعنی هشی که کلید داره. خب حالا سوال اینجاست، ما چجوری میتونیم اچمک رو به دست بیاریم؟ بچه‌ها بعد میان جاوا اسکریپت میخوندن اینجا و همونجور میبینید یه تابع وجود داره به نام ساین استرینگ که دیتا رو بهش میدیم و وقتی که دیتا رو بهش میدیم اینجا برای ما میاد از روی دیتا چی میسازه بچه‌ها؟ اچمکو. ولی ما اینجا نیاز به سیکرت کی داریم. خب سیکرت کی چیه اینجا بچه‌ها؟ کافی بود شما بیاین یه خطا تولید کنید، مثلا بیاین اینو پاک کنید و نمیدونم این نقطه هم پاک کنید، شروع کنید کار کردن، یعنی یکم دستکاری کنید این ولیو رو، چون که پروسسینگ سمت چه اتفاق میفته؟ سرور. سعی کنید خطا به وجود بیارید. اگه اینجا خطا به وجود می آوردید میدیدید که کلید چیه بچه‌ها؟ وریفای ساین کلید اینترستلار کیه. پس کافی بود اینو وردارید بچه‌ها و برید اینجا ادمین رو بسازید. یعنی ما بیایم اینجا بزنیم چی؟ بزنیم وریفای، بزنیم ببینیم که چیزش تابش چیه؟ ساین استرینگ. اشتباه بخشید. ساین استرینگ، اینجا استرینگ رو بدیم ادمین و اینجا سیکرت کی رو من یه استرینگ بهش بدیم. اگه ما این کارو می‌کردیم بچه‌ها چه اتفاقی می‌افتاد؟ این چیز تولید می‌شد. این در واقع اچمک تولید میشد برامون و کافی بود بیایم اینجا چیکار کنیم؟ اینو بزنیم ادمین، بعد اینو H64 انکد کنیم بچه‌ها و یه نقطه بذاریم، این اچمک رو بچسبونیم بهش و وارد مرحله بعد میشدیم. خب بریم مرحله بعد. یا آب بخورم. این مرحله بچه‌ها اگه میرفتن سورس کد رو میخوندن بچه‌ها میرسیدن به چی؟ میرسیدن به این که challenge is a salt that creates a black hole. و اولین چیزی که باید نظر بچه ها رو جلب میکرد بچه این بود، challenge is. یعنی اینجا یه غلط انگار گرامری وجود داره دیگه، چون challenge اس آخر داره، جمع در بعد آر باشه ولی اینجا ایز اومده و ما اینجا به بچه ها با این غلط گرامری میخواستیم حواسشون توجهشون جلب کنیم و متوجه بشن این challenge خودش یه عبارته که داره به شما میگه challenge is the salt، یعنی سالت رو ما بهتون دادیم. حالا این سالت کجا کاربرد داره؟ چجوری ما میتونیم این سالت استفاده کنیم بچه‌ها؟ اولا من بعد می اومدم بچه‌ها اینجا تو من خودم اینو پاک میکنم که یکم قشنگ‌تر باشه، اینو رفرش میکنم بچه‌ها و یک چنین چیزی رو میدیدین. بعد اگه دقت کنید اینجا یه شومی وجود داره بچه‌ها، بعد می اومدن چیکار میکردن؟ این شومی رو میزدن اینجا و این شومی باعث میشد سورس کد رو بتونن ببینن و همونجور که میبینید چه اتفاقی داره اینجا میفته بچه‌ها. یه تابع وجود داره generate hash with salt، یعنی یک هشی داره با سالت تولید میشه که حالا سالت چیه بچه‌ها؟ اینجا سالت رو نداریم همونجور که میبینید و توی یه چند خط پایینتر اونجا که ایف داره یه ایف گذاشتیم ما که داره مقایسه میکنه پسورد رو با سالت که بعد برابر اون 89477F اینا بشه. سالت رو اینجا ندارید شما، منتها یعنی نداشتید، منتها باید از اینجا متوجه میشدید که challenge is the salt، یعنی سالت اینجا به دست میآورید. خب ما اینجا اومده بودیم ورد لیست داده بودیم به بچه‌ها که آقا از این ورد لیست باید استفاده کنید برای کرک کردن این هش. پس بچه‌ها کافی بود چیکار کنن؟ بیان اینجا کرل بزنن داش اس و این ورد لیست رو بیارن. حالا که ورد لیست رو آوردن بچه‌ها میتونستید چیکار کنید؟ while read مثلا pass do echo، درسته؟ do echo dash n. بچه‌ها خیلی مهمه اون اینتر آخرش رو بندازین. pass done، اگه این کارو می‌کردید براتون هش تولید میشد و هش رو میتونستید MD5 کنید، یعنی MD5 ها، یعنی این کل MD5 هایی که بعد ساخته میشد. منتها ما نیاز به چی داریم بچه‌ها؟ نیاز به سالت هم داریم این وسط. حالا سالتمون چیه؟ سالتمون چالنجه که اینجا بهتون داده بودیمش و الگوی ساخته شدن. بچه‌ها سالت چجور میچسبه به پسورد ما؟
با 2 تا انگل براکت. دقت کنید پسورد انگل براکت ها و سال. پس اینجا کافی بود چیکار کنیم؟ بعد بیایم اینجا و این پسورد رو بندازیم تو این و 2 تا انگل براکت هم بذاریم، چالش هم بذاریم و MD5 بگیریم. بعد اینکه MD5 گرفتیم بچه‌ها بیایم اینو چیکار کنیم؟ بیایم گریپ کنیم چه چیزی رو؟ این هش رو. و اگه این گریپ انجام میشد، یعنی اگه گریپ رو میتونیم درست انجام بدیم، در واقع تونستیم پسورد رو پیدا کنیم دیگه، درسته؟ کافیه اینجا اندش کنیم و بگیم اکو کن چیو؟ پس رو. اگه بچه‌ها این کارو انجام میدادن یا شما انجام میدادید، میتونستید کنید هم هشه در می اومد، هم اون پسورده که پسورد اسپیس بود، درسته؟ و بعد کافی بود بیان چیکار کنید؟ بیان اینجا بدید پس بود چی بود؟ احتمالاً پس بود. بذار من اینو بیارم اینجا. ورودی چی بود؟ ورودی پسورد بود. پس کافی بود بیان اینجا بزنیم پسورد مساوی با اسپیس و وارد مرحله بعد شید. خب مرحله بعد بچه یو شال نات پس. اگه بعد میرفتین تو سورت کد نگاه میکردین میدیدین که اینجا نوشته چی؟ علامت تعجب، ببخشید علامت سوال پس. و کافی بود این پس رو بزنیم بالا و مثلا یه مقدار بهش بدین، مثلا 1. اگه این کار رو میکردید هیچ اتفاقی نمیافتاد، ولی اگه میومدین این پس رو تبدیل میکنید با آرایه که یکی از بچه‌ها وکتورهایی که تو PHP based application ها وجود داره و اگه اون سمت ارور هندلینگ مناسبی نکرده باشن، به شما یه سری خطاها یا یه سری خطا میده که ممکنه اطلاعات اساسی توش داشته باشه. یکی از مباحث OWASP. اوکی؟ و اینجا میدید که توی تابع پسورد وریفای مرحله بعد لو افشا شده بود، حالا یا لو رفته بود یا هر چیزی. خب توی مرحله بعد نوشته بودیم Are you see all the things؟ آیا همه چی رو میبینی تو؟ بعد اگه میومدیم اینجا میدیم که یه جاوا اسکریپت وجود داره که داره یه وب سوکت باز میکنه با کجا talent.wixacademy/websocket و داره اینجا یه دیتایی میفرسته. لول همونجور که میبینید منطبقه بر اون لولی که تو URL هست و next مساوی با فالس، یعنی 2 نقطه فالس. این دیتا داره ارسال میشه. کافی بود بچه‌ها بیان دیتا رو بکنن true. اینم که نوشته بودیم Are you see all the things، منظور این بود که جز پروتکل HTTP شما چیز دیگه هم میبینید بچه‌ها. و همونجور که میبینید وب سوکت چجور کار میکنه؟ اول هندچیکش با HTTP انجام میشه و بعد وب سرور با استاتوس کد 101 پروتکل سویچ میکنه و وارد وب سوکت میشیم. چجوری حالا میتونیم مقدارش رو ببینیم؟ کافی بریم تو قسمت وب سوکت و ببینیم چی به سرور ارسال شده و همونجور که میبینید لول ارسال شده و دیتا. و کافی بود بیان اینجا دیتا رو از فالس بکنیم ترو و دوباره درخواست ارسال کنید. البته این کانکت نیست و بذارید من برم روی این آخریه، بذارید آخریشو بیارم. این دیگه کانکته. خب کافی بود اینو تو ریپیتر میتونید دوباره کانکتش کنید، فرق نمیکنه. و این رو بعد ترو می‌کردین، می‌فرستادین و جواب مرحله بعد می‌گرفتید. توی مرحله بعد نوشته بودیم try hard، یعنی سخت، خیلی سخت باید تلاش کنید. و این که می‌بینید یه اکشن اینجا وجود داره به نام هلو، پس همون وب سوکت هست بچه‌ها. و اگه شما می‌رفتید اینجا باز می‌کردید یه وب سوکت، یک وب سوکت اینیشییت می‌شد و یه درخواست ارسال می‌شد. یعنی می‌بینید اکشن هلو بود. کافی بود اینجا اکشن از هلو بردارید، مثلا بزنید علامت سوال و همونجور که می‌بینید بچه‌ها اینا ارسال می‌کنید براشون میگن unknown message action، درسته؟ یعنی میگفت این اکشن ما نداریم. منتها توی چیز توی اینجا تو این جاوا اسکریپت ها می‌بینید اکشن مساوی با هلو بچه‌ها و اینجا نوشتون try hard. حالا دوست داشتیم بچه‌ها این به ذهنشون برسه که بیان چیکار کنن؟ بیان اینجا مثلا بزنن هلپ فرضاً، بیان مقدارهای مختلف رو بچه‌ها بزنن. اگه اینجا هلپ رو میزدن بچه‌ها چه اتفاقی میافتاد؟ اکشن های درست بهشون داده میشد که یه اکشن ایشو توکن بود، یه اکشن آت بود، یه اکشن هم یوزرز بود. حالا یادم نیست که اینجا ما مثلا چیز میکردیم، کمکی بهشون میکردیم یا مثلا اکشن های خالی میذاشتن بذار ببینیم دیتا ارسال میشد، چیزی میشد، ولی دقیقش یادم نیست. ولی اینجا هلپ رو بعد بچه‌ها میزدن و اینجا سه تا اکشن بهشون داده میشد. یکی آته که اگه آت رو میزدن مینوشت که وب سوکت authentication currently inactive، یعنی اینجا نمیتونید authenticated کنید. اگه بچه‌ها میزدن users چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی خود یوزرز رو میزدن براشون مینوشت کلا 2 تا یوزر داریم، یه انونیمس یه ادمین، درسته؟ و مورد آخر اگه میومدن بچه‌ها چیزو میزدن، ایشو توکن رو میزدن، یه توکن براشون ایشو میشد بچه‌ها. و همونجور که می‌بینید تایپ توکن چیه؟ بیرر توکنه.
و توش JWT. بچه‌ها باید این JWT رو میآوردن میذاشتن کجا؟ توی ریکوستی که دارن ارسال میکنن به در واقع اون پیکار و اینجا اتوریزیشن هدر اضافه میکردن. اتوریزیشن 2 نقطه بیرر و این رو بعد میذاشتن اینجا که اگه اسپلش رو بعد نمیدونم درست نوشتم یا نه. میتونیم بریم اینجا با هم دیگه یه چک بزنیم توی اینجا بیرر و بریم اینجا این بیرر هم بذاریم. خب حالا دیدیم که 2 تا یوزر وجود داره. نه اینجا نوشته برامون لو پریویلیج، یعنی همه چی درسته ولی لو پریویلیج. اگه اینو بیایم باز کنیم میبینیم که یوزر انونیمسه. آیا میتونیم این یوزر تغییر بدیم بکنیم ادمین بچه‌ها؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ میتونیم ولی اینتگریتی فیل میشیم. چرا؟ چون JWT بچه‌ها اینتگریتی رو توش چک میشه، یعنی این مقدار آخر اگه ببینین اون اچمکشه. پس ما باید علاوه اینکه دیتا رو عوض میکنیم بیایم اون چکسام هم درست کنیم. ولی سوال اینجاست آیا ما کجا میتونیم چه این کاری کنیم؟ ما که کلید JWT رو نداریم. اینجا دوست داشتیم بچه‌ها برن ببینن که آیا این کلید آسونیه یا نه. حالا با نرم افزارهای زیادی با اسکریپت‌های زیادی میشه این کارو کرد. کوکی مانستر یکیشه، کافی بود بچه‌ها بزنن کوکی مانستر تاش کوکی و JWT رو بزنن شروع کنن بروت فورس کردن. اگه این کارو میکردن میدیدن که کلید سوپر سیکرت کیه بچه‌ها. پس کافی بود برن تو JWT.io و بیان اینجا سوپر سیکرت کی رو بذارن توی این قسمت، درسته بچه‌ها؟ و بیان این در واقع کلیم هم بردارن. کلیم میشه این، درسته؟ به 64 دیکودش کنیم بعد بیان کلیم رو هم بذاریم اینجا و اینجا یوزر بکنن میکردن ادمین. بعد اینو برمی‌داشتن میومدن جایگذاری میکردن، چون دیگه ما کلید داریم دیگه. وقتی کلید داریم این تموم شد، میتونیم هر مقداری بخوایم بذاریم توی کلیممون. اینم از این مرحله. بعد بریم مرحله بعدی و اینجا نوشته بود کد. مرحله چیز بود، یک کد وجود داره که 1000 رو برای ما ارسال میکرد. همونجور که میبینید یک مسیجه که روی وب سوکت داره دوباره برای ما این ارسال انجام میده. بچه‌ها باید میمدن اینجا توی قسمت وب سوکت هیستوری میدن که اینجا کد 1000 ارسال شده و جوابش خیلی مهمه بچه‌ها. نکنید اگه ما این ارسال میکنیم جواب میومد you entered the wrong code the code was مثلا 3740 مثلا 3740. اگه دوباره ارسال میکردن کد میشد 3750. دوباره ارسال میکردن میشد 1000 مثلا 832 و این کد یه مقدار رندوم بین چند هزار تا 9999. ولی خب چجوری میتونیم ما این کار انجام بدیم؟ چون که ما نمیدونیم کد چنده. اینجا دوست داشتیم بچه‌ها از تکنیک آرایه استفاده کنن، یعنی بیان این در واقع کد رو تبدیل کنن به آرایه و اینو ارسال کنن. اگه بچه‌ها این کارو میکردن یعنی این 1000 رو میذاشتن تو آرایه و ارسال میکردن، نکنید این ارسال میشد، میدین که دوباره داره برای ما میزنه چی؟ کد اشتباهه، یعنی کد پروسس میشد ولی میگفت اشتباهه. خب چیکار کنیم اینو؟ کافیه که بیایم اینجا بگیم سیکونس بسازیم از 1000 تا 9999 بریزیمش تو نامبرز، درسته؟ و سابلاین کنیم نامبرز رو. بعد اینجا بیایم همش رو تبدیل کنیم به آرایه دیگه. چیکار کنیم؟ بیایم رجکس رو فعال کنیم، بذاریم اول همه خطا رو پیدا کن، یه دونه چیز بذاریم برش، یه دونه نمیدونم، حالا فکر کنم عددم میذاشتید میشد، فرقی نمیکنه. حالا استرینگش میکنیم، اگه نشد عدد میذاریم. بعد اینجا هم چیزا رو بذاریم، اون کاماها رو بذاریم، اینم پاک کنیم و اینو کلا باید برمی‌داشتید، میومدید اینجا میذاشتید، پیست میکردید و جواب میفرستادید و اگه این کارو میکردید میدین که کل این کدا بررسی میشد و جواب به شما داده میشد. خب این هم یه تکنیکه بچه که تو هانت خیلی استفاده میشه، این که شما به جای استرینگ بیای اری بفرستی سمت سرور و اون اری کل مقادیرش پروسس بشه، درسته؟ تو جای مختلف کاربرد داره. خب سوال بعدی بچه دیسترکت می بود که از اسمش دوست داشتیم ما مفهوم اینجا دیسترکت که یه متد توی پی اچ پی مفهوم بشه بچه‌ها و یه سورس کد بود. همونجور که می‌بینید حالا بعد می‌نشستید سورس کد رو می‌خوندید، یه ولیدیت اچمک داره بچه‌ها، همونجور که مشخصه. بذارم ببینم لول چنده، لول 14 و یه ولیدیت اچمک اینجا وجود داره. بعد این ولیدیت اچمک کارش چیه؟ میاد می‌بینه دیتایی که ما فرستادیم معتبر هست یا نه، یعنی همون تمپر پروف بودنشو میاد بررسی میکنه. و این آخر اگه ببینید نوشته که اگه کوکی نیم ست نشده باشه، کوکی نیم چیه بچه‌ها؟ very secure روله.
یه کوکی برای ما سریالایز میشه و اچمکش هم محاسبه میشه، گذاشته میشه اینجا برای ما. نکنید توی ست کوکی. پس ما اگه میرفتیم اینجا توی هیستوری قطعا باید یه کوکی برای ما ست شده دیگه. میبینید که ست شده very secure role. پس ما اینجا یه کوکی داریم که اگه دوباره بیاریم اینو رفرش کنیم این کوکی تو درخواستای بعدم برای ما ارسال میشه. این تا اینجا درست شد. این کوکی از چی تشکیل شده بچه‌ها؟ از یه مقدار سریالایز شده که اگه اینو بیایم URL انکد کنیم میبینید که ببینم اگه بیایم اینو URL دیکد کنیم بچه‌ها، ببخشید، اگه اینو URL دیکد کنیم میبینید که یه مقدار سریالایز شده است. وقتی که ما یه مقدار سریالایز شده میفرستیم سمت سرور، اگه اون دی سریالایز بشود، ببینیم اینجا میشه یا نمیشه بچه‌ها. یعنی کافیه ببینیم دی سریالایز ببینیم وجود داره آن سریالایز تو PHP. آها اینجاست. اگه آن سریالایز کال بشه چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم دیستراکت یک فانکشن رو صدا بزنیم. بچه‌ها دیستراکت فانکشن اینجاست. ببخشید دیستراکت کلاس فلگه. اینو بهش میگن چی؟ object injection. یعنی به صورت کلی ما میتونیم ماجیک متد یک کلاس صدا بزنیم. البته همشون نه، یه سریاشون. خب اینجا کافی بود چیکار کنید شما؟ بیاین این دیستراکت رو صدا بزنید دیگه. منتها یه اچمک این وسط دوباره وجود داره و شما نمیتونید این کارو انجام بدید. و اچمک اینجا داره محاسبه میشه. خب بعد چیکار کنیم؟ پس ما باید اول چیکار میرفتیم و کلید رو، یعنی اون کیو پیدا میکردیم که با استفاده از اون بتونیم اچمک تولید کنیم. اینجا دقت کنید یه generate and save توکن وجود داره که توی token.php ذخیره شده و همونجور که میبینید توکن داره از یه مقدار رندوم ساخته میشه که این مقدار رندوم اینجاست. کافی بود بیان اینجا شرکت کننده بیان اینجا اینو پرینت کنن، php-r بزنیم، اکو کنیم این رو. میبینید که برای ما زده چند 887774 دوباره. اگه چند بار اینو اجرا میکردید متوجه میشدید که این بچه‌ها یه مقداری حالا از کجا شروع میشه؟ از مثلا 5 رقم میره تا 6 رقم. یعنی یه چیزی حالا تو این مایه ها میتونه اتفاق بیفته. 6 رقم این 5 رقم. نکنید 5 رقمی. پس ما میتونیم بازار چجوری در نظر بگیریم؟ 1 2 3 4 5 ببینم 4 تا 5 تا میتونیم اینجوری در نظر بگیریم چون که 10000 هم جزش میشه دیگه. نگاه 95000 رو داریم. تا کجا؟ 9. یه چنین چیزی رو باید در نظر میگرفتین. شما میومدید بروت فورس میکردین. چرا؟ چون ما کلیدو اینجا داریم، یعنی کلیدمون محدوده. خب فضای حالتمون خیلی کوچیکه. از این ور اچمک هم داریم. اچمک چجور جنریت میشه؟ اینجوری دیگه. تابشو داریم دیگه، جنریت اچمک داره انجام میشه و ولیو اولیه هم داریم. درسته؟ پس ما کافیه شروع کنیم بروت فورس کردن، مقدار توکن رو به دست بیاریم و بعد بریم آبجکت اینجکشن رو انجام بدیم. خب بریم تو کارش بچه‌ها. چیکار کنیم اینجا؟ بریم اینجا یه دونه سابلایم کنیم، مثلا crack dot یا بزنیم لول 15 فرضاً، لول 15.php و بریم تابع جنریت اچمک رو برداریم بیاریم اینجا بذارید بچه‌ها. php جنریت اچمک و برگردیم اینجا. بعد اینجا بچه‌ها چی داریم؟ جنریت اچمک سریالایز تارس رو داریم که اسمون رباته بود. پس بریم اینجا یه فور بزنیم. درست. بعد برای آی مساویس با یه چنین چیزی تا از کنم این بود PHP رو من حالا آی مساویس با 9 فکرم این بود دیگه. حالا سینتکسش من حفظ نیستم خودم. آی زیاد شه اول ببینیم این بوده یا نه. اکو آی بزنیم اصلا ران میشه، بعدش بریم سراغ بعدی. PHP لول 15 آره ران شد. بسه. خب اینجا بریم چیکار کنیم؟ میگیم ایف اگر جنریت اچمک سریالایز تارس در واقع که کلید اچمک چیه؟ سیکرت کیو ما باید اونجا بهش بدیم دیگه. درسته؟ گلوبال سیکرت کیو کجا تعریف کنیم بچه‌ها؟ اینجا. گلوبال سیکرت کی مساویس با آی. درسته؟ یکی بره بالا. اگر این برابر باشه با مقدار چیز هم داریم دیگه، مقدار اچمک هم داریم. اگه برابر باشه با این چیکار کن برای ما؟ بیا اکو کن آی رو. یعنی ما بیایم اول کلید رو پیدا کنیم که ببینیم کلیدمون چیه و بعدش بریم سراغ چیکار کردن، سراغ این که بتونیم مقدار سریالایز تغییر بدیم، اچمک متناسب با اون رو بسازیم و حملمون انجام بدیم. پس PHP لول 15 و می‌بینیم سینتکس رو داریم رو لاین 21 به خاطر اینکه سمیکالن نذاشتیم و اینو ذخیره کنیم دوباره بریم
بعد این کار انجام میدادیم، صبر میکردیم، میتونستیم آب بخوریم تو این فرصت. خب بچه این زیادی طول کشید، من چون پاس کرده بودم که وقت گرفته نشه، فکر کنم یه جای کار مشکل داره و تو این فوره آی مساویس با 10,000 آی مساویس با 90 باشه. باید بگیم تا موقعی که آی کوچکتر مساوی 9999 چه سخت شد و بعد اینو اجرا می‌کردیم. احتمالاً بعد خیلی زودتر راجع بده و ببینیم جواب داد. اشتباه سینتکس، یعنی سینتکس ارور داشتم. حالا که آیو پیدا کردیم بچه‌ها، اوکی، میتونیم اینجا بذاریم کی مساویس با آی و اگه کی رو پیدا می‌کردیم بعدش می‌مونیم چیکار می‌کردیم؟ اون اینجکشن اون انجام میدادیم که اینجکشن اینجا چیه؟ بچه‌ها کافی هم بیام این کلاس رو بسازم. پس میام این کلاس رو اینجا میسازم، کلاس فلگ رو، بعد اینتر بزنیم بریم پایین. اینجا اکشن برابر اینا دیگه نمیخواد دیگه، کافی اینو برابر گت بذاریم، پرایوت اکشن مساویس با گت و اینا هم بیخیال بشیم، فانکشن دیستراکت نمیخوایم. بعد بیایم اینو اکو کنیم چی؟ نیو فلگ، بعد اینجا بزنیم سریالایز. بچه‌ها سریالایز کنیم و این نکته خیلی 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 مهم اونم اینجا چیه؟ اینه که باید حتما اینو URL انکد میکردید بچه‌ها، یعنی اگه این کار نمیکردید انجام چالش حل نمیشد. این که چرا باید این کارو کنید به نظرم خودتون برید دنبالش ببینید چرا. بعد چون یه نان پرینتبل کاراکتر این وسط هست، حالا ببینید چرا هست دیگه، هینت نمیدم، خودتون برید دنبالش. بعد اینجا کافی بود URL انکد کنیم بچه‌ها، پس سریالایز دیتامونه و بعد اچمک پس بزنیم روی چیز آبجکت، اینجا بزنیم آبجکت مساویس با نیو این، درسته؟ و بعد بیایم آبجکت رو اینجا ببخشید بیایم بزنیم چجور ساخته میشه این سریالایز شده شه، درسته؟ پس ما اوکیه. پس اسم اینو میذاریم سریالایز آبجکت مساویس با اینجا URL انکدش میکنیم و اینجا اچبکش رو میسازیم. بعد این میشه جواب آخرمون. پس اگر همه چیز درست باشد، نمیدونم درسته یا نه، تست میکنیم. ما باید اینو برداریم بذاریم، این ولیو رو بذاریم اینجا و چالش حل بشه. یا درسته یا نه نمیدونم. بعد به من اوکی داد و درست نیست. چرا درست نیست بچه‌ها؟ به خاطر اینکه یه دونه نقطه اینجا کم گذاشتیم. آره چون سپریتور داره دیگه، یعنی اچبک با نقطه جدا میشه. پس کافیه خودمون دستی هم میتونیم اینجا بذاریم، فکر کنم اینجا میافته، درسته؟ بزنم. بعد ببینم دوباره اینو جنریت کنم. اینو برداریم بیایم بذاریم اینجا ببینیم حل میشه یا نه. خب حل نشد. بریم ببینیم مشکلش چیه. به سورس کدو ببینیم. خب URL کدمون که درسته. جنریت اچمکمون کلید نداره بچه‌ها. بذار کلیدم بهش بدیم دوباره رانش کنیم. این دیگه باید درست باشه. و ان شاءالله که میریم مرحله بعدی. بله رفتیم تو مرحله بعد. اینم از این که البته لول 14 بود بچه‌ها. پس انوی کنیم لول 15 رو به لول 14 و بعد میرفتیم اینجا اینا میذاشتیم. لول 14 بچه‌ها بود امیزینگ. شومی رو باید میزدیم سورس کد رو ببینیم که چه خبره و به این لول خیلی خفنی بود بچه‌ها. بذاریم من این تیکه کد پی اچ پی شو بردارم بیارم اینجا. دوست داشتیم بچه‌ها یه جورایی اینجا بذارین رو 15 سیو کنیم. لول 15 آره یه جورایی اینجا بچه‌ها بشینن سورس کد بخونن، بتونن تحلیل کنن سورس کد و آسیب پذیری امنیتی نبود اصلا، و اینکه بتونن فالو کنن ببینن چه خبره، چه اتفاقی داره توی این لول میفته بچه‌ها. خب چه اتفاقی داره میفته؟ ورودی از ما V1 V2 V3 و V4 تحویل گرفته میشه. نکنید یعنی ما یه V1 داریم، یه V2 یه V3 V4. کافی بود بریم اینجا اینا رو برداریم و خودمون بیام مقدار بهش بدیم، حالا هر چی که دوست داریم. اوکیه؟ مثلا اینو بدیم فرضاً 1، حالا هر چیزی. بعد اینو بدیم 2، مثلا اینو بدیم 3 و مثلا اینو بدیم 4. حالا چه اتفاقی ما چه ولیوهایی میتونیم بدیم به V1 تا V4؟ اگه دقت کنید اینجا مثلا V1 ما یکی از این ولیوهایی که اینجا وجود داره رو بچه‌ها میتونستیم بدیم. چه مقداری میتونیم بدیم بچه‌ها به اینا؟ به 1 2 3 4 یکی از این متغیرها رو، مثلا BBS UFY
SQT KAT و الی آخر. یعنی من میتونم مثلا بیام مقدار اولیه‌مو بذارم اینجا بذارم این متغیر. دوست دارم این متغیر باشه. میتونم بذارم بعدی و الی آخر. پس من اینجا یه آرایه دارم از متغیرام. مقدارهای مجاز V1 تا V4 بچه‌ها چی ان؟ این بذاریم اسمشو accepted values مثلا. درسته که یه آرایه است. یکی اینا میتونه باشه. آیا ولی کدوم میتونه باشه؟ درسته؟ یعنی V1 کدوم میتونه باشه، V2 کدوم باشه، V3 کدوم باشه و V4 کدوم باشه. اوکی؟ بعد همه اینا رو دونه پیدا می‌کنید شما. بعد حالا مثلا من یکیشو براتون انجام میدم برای مثال. مثلا بریم V1. بعد میومدیم چیکار می‌کردیم؟ یه فوریچ می‌زدیم روی تمام این مقادیر بچه‌ها. فوریچ بچه‌ها پس می‌ایم فوریچ می‌زدیم. وریبلی که می‌خوایم روش فوریچ زده بشه چیه بچه‌ها؟ اون accepted value همون هست. از همون کی خالی به نظرم کفایت میکنه. به عنوان کلید دونه دونه بیایم اینا رو بدیم و اینو محاسبه کنیم بچه‌ها. if مثلا call user function فلان، چون در یه سری اولی‌ها خطا می‌خوردن دیگه ولی یه سری‌ها نه اوکی بودن. پس اینجا بگیم اگه این اتفاق افتاد و خطا نخوردی بیا چی کار کن؟ بیا مثلا V1 V1 array رو چیکار کن؟ برابر مثلا این بگیر. درسته؟ حالا میتونستیم ولیو رو چیکار کنیم؟ مثلا بگیم V1 اینجا V1 ول مساویس با کی، یعنی اینجا کلید رو تشکیل بدیم. بعد بگیم برو اینو محاسبه کن V1 رو. درسته؟ خود V1 بذاریم. V1 مساویس با این کلیده. بعد برو V1 رو محاسبه کن. اگه درست بود چیکار کن؟ این کلید رو استخراج کن. درست؟ پس من اینو میتونم اینجا کامنت کنم و بیام اینجا بزنم چی؟ بزنم print آره V1 array. خب بریم اینو اجرا کنیم. PHP 15 level 15 درسته؟ و میبینید که 212 مقدار میتونه بگیره V1 بچه‌ها. نکنید این مقادیری که V1 میتونه بگیره. همین کار رو بعد برای V2 تکرار میکنید بچه‌ها. همین کار رو برای V2 تکرار میکنید، بعد برای V3 تکرار میکنید، بعد برای V4. یعنی کل مقادیر V1 تا V4 رو بعد در میآورید، بعد همه رو مینداختید توی فور که بیاد همه رو یه حالت جوابش در یه حالت اتفاق میافتاد. و حالا من یعنی سورس کدشو اگه بخوام خیلی اینا انجام بدم خیلی طولانی میشه، ولی آخرش چی توی این مایه ها میشد نکنید که V1 رو در میاریم، V2 رو در میاریم، V3 رو در میاریم، V4 هم در میاریم و همه رو میندازیم توی فور نکنید. اینجا میشه دیگه V1 array مثلا. بذار اینجوری کنیم که هم نام بشن. بعد V2 ها، بعد V3 ها، بعد V4 ها و همه رو میومدیم با هم دیگه محاسبه میکردیم تا این هشه در بیاد. و اگه این هشه در میومد مقدار V1 در میومد، V2 در میومد، V3 در میومد و V4 هم بچه‌ها چی در میومد و میتونستید شما برید مرحله بعد. پس بذارید من این فوریچه رو بزنم اینجا ببینیم حلش هم کنیم ببینیم چقدر طول میکشه. اصلا یادم نیست چقدر طول میکشه. خب پس میایم اینجا اینو میذاریم برای V1 V2 V3 و V4. بعد PHP level 15. بعد بذار ببینم یه جای کار اشتباهه. آها این ورزه بعد بشه اینجا، این هم میشه ورز. تموم شد. بریم تو کارش. برامون کلش رو محاسبه کنه بچه‌ها. 1 2 نکنید. 1 که اینه اگه این اتفاق بیفته، 2 هم که اینه. خب از سورس کد داریمش دیگه درسته؟ از شو می‌داریمش اینا. یعنی V1 مشخصه، V2 مشخصه، V3 مشخصه، V4 مشخصه. یه متغیر هم داریم که این همون V1 هست این وسط BMYDC. درست شد؟ اگه همه اینا رو انجام میدادیم اینو میزدیم میدید که V1 V2 V3 و V4 در میاد در یه حالت که میشد IFJ B PQ گاما و دلتا. پس کافی بریم چیکار کنیم؟ بریم بزنیم V1 مساویس با این and V2 مساویس با این and V3 مساویس با این گاما and V4 مساویس با دلتا. اگه این کار میکنیم میرفتیم مرحله بعدی. خب بریم سراغ مرحله بعد.
آها، این مرحله از مرحله خیلی قشنگ بود بچه‌ها. بعد اینجا اگه دوستان می اومدن این سفر رو می‌دیدن می‌دیدن یه عدد خیلی بزرگی براش اینجا نمایش داده شده که این عدد خیلی زیاد طولانیه. خب خیلی کاراکترش هم زیاده. حالا مثلا ببینیم چند تاست. 60293 تا کاراکتر وجود داره. درسته؟ و اگه بچه‌ها می اومدن اینو رفرش میکردن، بذارین من اینجا چیز کنم، بذارین یه چند تا مقدارشو بزنم اینجا باشه ولی وردرپشو خاموش کنم اگه موافق باشید. خب این اولیش، درست؟ پس اینتر. حالا دومیش، این دومیش، حالا سومیش، این سومیش و حالا چهارمیش، این چهارمی و حالا پنجمی مثلا، حالا هر چند تا، 6 تا 7 تا، مثلا یکی دیگه هم بزنیم. خب اگه بچه‌ها این کارو میکردن میومدن عددا رو نگاه میکردن میدیدن که صفر تو همشون نگاه کنید ثابته، صفر اول، و ما اینو به عنوان هینت گذاشته بودیم اینجا. دوست داشتیم بچه‌ها متوجه بشن که یه عدد ثابته. خب آیا دیگه عددهای دیگه هم میتونن ثابت باشن؟ این چیزی بود که دوست داشتیم بچه‌ها بیفتن دنبالش، یعنی برن کد بزنن و با استفاده از اون کد متوجه بشن که کدوم عددا داره ثابت، یعنی جاشون ثابته، و کدوم عددا رندوم متغیره. مثلا عدد دوم نگاه کنید، 2 7 6 7 9 3. اگه شما اینو مثلا 100 بار ران کنی میبینی که هر دفعه عوض میشه. پس دومی جزء چیزامون نیست، جزء اون مواردی نیست که میخوایمش. سومی به همین ترتیب، چهارمی به همین ترتیب. همین چشی هم میتونید ببینید ولی خیلی سخته. نکنید مثلا اینجا نگاه کنید یک ها رو بچا، اوپس بذار برگردم عقب. یک ها نگاه کنید، اگه شما مثلا 10 تا هم میذاشتی 10 تا 15 با چشم میشد. نکنید یک ها اتفاق افتاده و بعد دوباره بریم جلوتر دیگه با چشم من فعلا نمیرم، ولی مثلا اینجا یک اتفاق افتاده و یه دونه صفر. پس کافی بود بیا اینجا یه کد بنویسیم بچه‌ها، مثلا سابلایم کنیم لول چندیم ما، 16 فکر کنم 16 داد پای. حالا ما با پایتون نوشته بودیم کدش رو، من کدش رو میارم اینجا میذارم. بچه‌ها عددا رو درآورده بودیم، مثلا ما با 5 تا عدد این کار کردیم، 1 2 3 4 5 6 تا، با 6 تا دیگه تضمینیه. و اینجا یه فانکشن داریم بچه آل، اگه ببینید این میاد کلا میگه فقط کاراکترهایی که داره تو این 6 تا تکرار شده رو برای من نگه دار، باقی رو بنداز بره. درسته؟ کافی بود بیایم اینو اجرا کنیم. پایتون 3 لول 16 و اینجا به ما یه باینری کد میداد و کافی بود بریم چیکار کنیم؟ باینری تو اسکی، بریم باینری تو اسکیش کنیم و کانورتش کنیم ببینیم چی میشد. و همونجور که میبینید مرحله بعد به ما داده میشد بچه‌ها. اینم از این. و لول 17 you shall not pass revenge بود بچه‌ها. پس دوباره باید پسورد رو میدادیم و اینجا آرایه میزدیم. اگه آرایه میزدیم، اگه اون بالا رو ببینید نوشته undefined array key. درسته؟ میگه این array key دیفاین نشده. آخرتش نمون. خب چه array key؟ بچه این یعنی کلیدش چیه؟ کلیدش دبل کده. پس ما اینجا دبل کد نداریم. و اگه می‌اومدیم array key رو می‌ذاشتیم اینجا، یعنی دبل کد می‌ذاشتیم مثلا یاشار و اینو اینتر می‌زدیم، می‌بینید که یاشار تو صفحه نشون داده شد. توی کجا؟ توی چک پسورد بچه‌ها. پس ما آرگومان دوم چک پسورد دست ماست، آرگومان اولش هم دست ماست. درست شد؟ دوست داشتیم بچه‌ها بیان اینجا چیکار کنن؟ چک پسورد پی اچ پی رو بخونن. اگه اینو می‌خوندن چیز چک پسورد رو میرسیدن به وریفای پسورد توی پی اچ پی که بذار من اینجا یه لحظه ببینم. چک پسورد اره یک دومی و میبینید اینجا یه استرینگ پسورد وجود داره، یه استرینگ هش بچه‌ها. پس بذار من خود چک پسورد رو چک کنم. چک پسورد خطاش بذار ببینیم کجاست. نگاه کنیم پسورد وریفای، یعنی خود این پسورد وریفای باعث شده که اون چک پسورد به خطا بخوره و ما این پسورد وریفای پی اچ پی رو سرچ می‌کردیم، میرفتیم توی این قسمت می‌بینیم که همون نتیجه می‌رسیدیم. خودش هم گوگل فهمیده بود که ما مشکلمون اینه. می‌بینید که ورودی رو ما میدیم با چی میدیم؟ با پس. هش هم دست ماست بچه‌ها. خب خیلی ساده شد که چیکار کنیم؟ پس ما بیایم خودمون پسورد رو بدیم، هش هم بدیم، محاسبه کنیم دیگه. مثلا بعد با چی ساخته میشه بچه‌ها؟ پسورد وریفایر میگه من با تابع پسورد هش اینو میسازم.
یعنی پسورد هش چی میگیره؟ استرینگ میگیره. پس کافی بود بیام اینجا بزنم چی؟ php-r اکو مثلا پسورد هش چی بچه‌ها؟ فرضاً محمد، درسته؟ و به خطا میگرفتیم. بزنیم من ببینم 2 تا پارامتر میگیره و گفته چی؟ وان وی فانکشنه. پارامتر دومش رو ببینیم چیه بچه‌ها؟ پارامتر دومش پسورد دیفالت اسمش، که اگه میرفتیم اینجا بذارم پسورد دیفالت رو تست کنیم ببینیم میشه یا نه. پس بعد میومدیم اینجا اینو میذاشیم محمد پسورد دیفالت و به ما یه مقدار میداد، درسته؟ خب این مقدار رو برمی داشتیم میذاشتیم تو دومی، این اولی هم میذاشتیم به جای محمد، پس مساوی با محمد. البته بک اسلش اضافه. اگه این کارو میکنیم رد میشه، یعنی شما هر مقداری رو میرفتید هش میکردید میذاشتید اینجا رد میشه. حالا من با محمد تست کردم. خب اینم از لول بعدی و میرسیدیم به این لول که این لول نوشته بود can you travel back in time، میتونی تو زمان سفر کنی. بچه‌ها ما دوست داشتیم بچه‌ها تو زمان سفر کنن، برسن به کجا؟ به اون وب سوکته، درسته؟ یه وب سوکتی داشتیم اینجا، پراکسی وب سوکت، این وب سوکت های اول نکنید که بهش مرحله رو میدادیم، نکس هم میزدیم فالس. دوست داشتیم بچه‌ها برسن به این وصلشن و لول عوض کنن، یعنی برسن ترو و بفرستن و مرحله بعد رو بگیرن. اینجا بچه‌ها خب خیلیشون گیر کردن و دوست داشتیم این خلاقیت رو به خرج بدن و برن عقب و میرسیم به آخرین لول. البته این لول برای شرکت در استعدادیابی بود. یه لول بونس دیگه هم داشتیم که اگه بچه‌ها حل می‌کردن شانسشون بیشتر میشد. فکر کنم 4 نفر یا 5 نفر حل کردن این لول آخر رو. ولی خب یعنی این لولی که الان توشیم حدود فکر کنم 80 نفر به بالا حل کردن، لول آخر 4 5 نفر. اوکی؟ خب اینجا همونجور که می‌بینید بچه‌ها نوشته we discovered a wormhole leading to a Miller planet. However, life thrives on نمیدونم چی planet. thrives به معنی رشد کردنه. این هم یه سیاره دیگه است. خب بچه از این همه کار از اینجا شروع میشد. کلید مساویس با چی؟ کی مساویس با ورمهول نمیدونم چی. اینجا اگه این کار رو انجام میدادیم، یعنی این ورودی میفرستادیم، میبینید برای ما نوشته چی؟ برای ما نوشته death مساویس با true، یعنی مردی تو. خب نباید، بعد ما کاری کنیم که نمیریم و فرود بیایم روی کجا؟ روی در واقع با این هینت باید متوجه می شدید ما باید رو اینجا فرود بیایم و نمیریم و این ورم هول ما رو میبره کجا؟ به میلر. حالا ورم هول ما اومده بودیم شبیه سازی کرده بودیم به ریورس پراکسی. یعنی شما وقتی که میاید یه چنین درخواستی رو ارسال میکنید، وب سرور اول درخواست رو دریافت میکنه، ریورس پراکسی درخواست دریافت میکنه و اونجا یه سری مقادیر رو پر میکنه. مثلا یکی از مقادیر میتونه چی باشه بچا؟ اون پلنتی باشه، اون سیاره‌ای باشه که میخواین روش فرود بیاین و شما بای دیفالت داری کجا فرود میای بچا؟ توی اون سیاره‌ای که میمیری. بعد مقصد عوض کنی. چجوری من میتونم مقصد عوض کنم؟ خب بچا چند تا حالت اینجا میتونه اتفاق بیفته. این که ورودی شما بشینه توی مسیر یا پت، درسته؟ یا اینکه ورودی شما بشینه توی یک پارامتر. همه اینا میتونه اتفاق بیفته و ما نمیدونیم که ورودیمون کجا میشینه. میتونیم این تست کنیم. چه تستایی باید انجام بدیم؟ رزرو کاراکترهای بچه URL چی هن؟ رزرو کاراکترهای URL یکیش علامت سواله، یکیش امپرساینه، درسته؟ یکیش نامبر ساینه، درست؟ ما این ستا رو توی URL داریم تو قسمت کوئری استرینگ. بعد کاراکترهای دیگه هم داریم تو URL، مثلا ادساین داریم، درسته بچه‌ها؟ مثل اسلش داریم، مثلا 2 نقطه اسلش. اینا همشون کاراکترایی که تو URL نقش چیزا رزرو کاراکترن دیگه، این معنا دارن برای پارسر. و ما توی کلا اصلا شما چالش هم ول کنید بریم تو دنیای هانت. وقتی شما به ریورس پراکسی میرسی باید این چیزا انجام بدی، این تستا رو باید حتما انجام بدی بچه‌ها. اوکی؟ خب ما اینو اگه URL انکد می‌کردم بعد اینو می‌فرستادیم بچه‌ها می‌بینید نوشته exploration of planet requires a valid access key، یعنی اینکه ما کلید رو خراب کردیم. خب این طبیعیه. چرا؟ چون اگه یه نقطه بذارم اینجا کلید خراب میشه. حالا کافی بود بیایم کاراکترها رو دونه دونه تست کنیم. بچه‌ها اینجا باید منوال فاز کنیم. یعنی اول بیایم مثلا ادساین رو تست کنیم فرضاً، بعد URL انکد کنیم بفرستیم، بعد نمیدونم بیایم سمیکالن رو URL انکد کنیم بفرستیم، درسته؟ درصد تبی. بعد میتونستیم نامبر ساین رو URL انکد کنیم بفرستیم و اگه نامبر ساین URL انکد میکردیم خطا عوض میشد. ما
خوب دقت کنید، ما کلید رو خراب کردیم ولی برای ما ننوشت کلید خرابه. در چه صورتی چه اتفاقی میفته؟ این که وقتی میره سمت سرور میرسه اطلاعات URL دیکود انجام میشه، یعنی درصد 23 میشه نامبر ساین و خود این توی یک پکت دیگه گذاشته میشه و ارسال میشه. منتها اون پکت خراب شده، پکت دومیه. خب اینجا باید برام سوال پیش می اومد، چطور درصد 23 پکت دومو خراب میکنم؟ چطور؟ در حالتی که ورودی من بشونه تو کوئری استرینگ و اول کوئری استرینگ باشه، یعنی بعد از ورودی من پارامتر وجود داشته باشه. مثلا میگم اگه من این ورودی رو میفرستم و میشینه تو یک پارامتر اول و پارامتر دوم وجود داره، اون درصد 23 باعث میشه ادامه کامنت بشه بچه‌ها، ادامه URL دوم و این خطا به وجود بیاد. بعد پس من اینجا میتونستم چیکار کنم؟ پس میتونستم URL دوم منیپیولیت کنم. به این بچه‌ها میگن چی؟ secondary attack context یا attacking on secondary context وب اپلیکیشن. یعنی تو اینو که بهتون گفتم میتونید سرچ کنید راجبش، بچه‌ها ارائه راجبش هست، کلی آسیب پذیری هم روش هست. درسته؟ آسیب پذیری مدرنیه. پس اینجا بچه‌ها باید به این خطا دقت میکنن، نوشته چی؟ پلنت اشتباهه. پس چیکار کنیم؟ بیایم بزنیم پلنت مساویس با کجا باید بریم بچه‌ها؟ اصلا باید بریم ادمونتس، بعد بریم تو سیاره ادمونتس و 100 البته باید اینو URL انکد کنیم. چرا؟ چون اگه اینو URL انکد نکنیم ریورس پراکسی اینو به عنوان، یعنی اون سرور اول اینو به عنوان پارامتر برای عنوان پارامتر پارس میکنه، در صورتی که ما میخوایم اینو پارس نکنه بفرسته پشت و سرور دوم اینو پارس کنه. پس کافی بود اینجا بنویسیم درصد 26 پلنت مساویس با ادمونتس و اینو ارسال کنیم و جواب مرحله بعد رو دریافت کردیم. خب و میرسیم به چی؟ میرسیم به مرحله آخر که بونس بود. یعنی اگه بچه‌ها میرسیدن اینجا توی چی بهش میگن، توی این مرحله حل کرده بودن، تموم شده بود بچه‌ها. یا شاید کجا بعد متوجه میشیم تموم شده. اگه دقت کنید اینجا براتون نوشته بودیم کی مساویس با گراویتی، یعنی کافی بود بیاین گراویتی رو به عنوان کلید URL بفرستین و اینجا میبینید که you are inside the black hole، شما وارد بلک هول شدین و اینجا فلگ رو میبینید که نمایش داده میشد براتون که شما این مرحله رو، یعنی تونستید استادیابی رو تموم کنید و چیکار کنید؟ تونستید که برید فلگ رو ثبت کنید. ولی یه مرحله دیگه هم اینجا بچه‌ها باز شده بود که این بونس بود. این آسیب پذیریه که بچه‌ها من خودم روی چند تا از اپلیکیشن های بانکی پیدا کردم و بچهای اولد اسکول CTF اینو یادشونه. خب بچه‌ها من این لول رو براتون توی این ویدیو حل نمی‌کنم، چون اگه بخوام اینو حل کنم خیلی زمانش زیاد میشه، بعد براتون بشینم اینو توضیح بدم کامل. اتک سناریو بهتون گفتم که خودتون دنبالش بگردین و اگر دوست داشتین، دیدم فیدبک روش زیاد بود، یه ویدیوی دیگه جدا میگیرم چون این خودش یه اتکه، یه آسیب پذیریه. فکر می‌کنم بعد 10 دقیقه 15 دقیقه اول بیام توضیح بدم که AES چیه، کلیدش چجوری کار میکنه، CBC مودش چیه، انکریپت وقتی میکنیم چه اتفاقی میفته، IV چیه یا اینیشیال وکتور، توی انکریپشن کجاست، توی دیکریپشن کجاست و حالا که کلید مشترکه من کنترل دارم روی IV چجوری میتونم مقدار رو تغییر بدم و به نظرم طولش خیلی زیاد میشه و این از تمپوی این کلیپ فعلی میندازه. پس برای همین من تا اینجا بسنده میکنم و امیدوارم که تا اینجا تونسته باشم بچه‌ها با این ویدیو علمی رو شما اضافه کنم و من و تیمم که خیلی زحمت کشیدم بچه‌ها تونسته باشیم حداقل یک کلمه به شما توی کل این فرایند آموزش بدیم. خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو دیدین تا آخر. بعد به ما فیدبک بدین، خیلی باهاتش زحمت کشیدیم، خستگیمون هم در شد بعد استعدادیابی چون خیلی مشارکت بالا بود. فیدبکاتون ما رو خوشحال میکنه. دمتون گرم، روزتون خوش، خداحافظ.